السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک شخصی نزدیک دارم که او زنش را طلاق کرده است و با ما همدیگر مصلحت کرده تا طلاق مرا هیچ کس نفهمد. گفته با همدیگر زندگی دارند و بعد از طلاق از آنها پسر بچه به دنیا آمد. از شما خواهش میکنم که به این سوال جواب درست دهید که تا اینکه با واسطه دیگر شخص من جواب این سوال را به اون انسان برسانم. خاک و پنهان خدا در قرآن میگوید این تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. شما چی پنهان چی عملی را در پنهانی انجام میتین، چی عملی را در آشکارا انجام میتین، از همه این خدای شما با خبر است. پنهانش کرده است. مثال با زن طلاق کرده شده که زندگی میکند، زندگی و البته حلال نیست. اون فرزندی که به دنیا آمد است، او فرزند الکه ولد زنا هست. اون بیچاره الکه یک داغ در وجود او جایگیر شد. این کارها آینده آشکار می شوند و همون فرزند بیچاره که هیچ گناه ندارد زیر ملامت رفیقاش گرفتار می شود. برای همین بهترین صورتش همین است که این پنهان کن در کار نیست، بلکه در مفتیات رفته عریضه کردن در کار، مراجعت کردن در کار. راهاش باشد مرحمت، راهاش نباشد باز یگان توصیه دیگر همون صاحب فتوا هستن به شما توصیه میکنن. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجتهایتان به آخر رسیده است؟ پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. خانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. خوش به حال آن بندگانی که بالای زمین پاهای خود در راههای نیک، در راههای خیر با عملهای صالح انجام میدهند. خوش به حالتان که زمین او روز از جانب شما خوش خبرهای به خدای خود خبر میدهد و شما به سبب این عملهای صالحتان در آخرت نجات میابید. باور کنین عمل صالح در دنیا هم دستگیر شما می شود، در آخرت هم دستگیر شما می شود. من یک قصه را برای شما بیان میکنم که در دنیا عمل صالح چگونه آدم دستگیر می شود. بعدا انشاءالله موضوع ما شروع میکنیم. رسول اکرم که راوی این حدیث ابن عمر است، در کتاب صحیح بخاری در کتاب بیع این حکایت می آورد. میگوید روز پیغمبر خدا گفتند 3 نفر به سوی یک کوه به سفر برآمدند. عمل صالح را نتیجهش نگاه کنید، در دنیا فایدهش نگاه کنید. برآمدند. وقتی که به یک کوه رسیدند به ناگاه باران سخت بارید و این 3 نفر برای پناه یافتن از باران یک غار را یافتند و در همان غار هر 3 نفر داخل شدند. یک لحظه رسول اکرم میگوید این 3 نفر نشسته بود، به ناگاه یک سنگ کلان از بالا جر شد، لغژان آمد و دهن این غار محکم کرد. این 3 نفر در داخل در یک تاریکی قرار گرفتند و در حیرت ماندند. گفتند اگر حال به همین انجام یابد ما و شما هلاک می شویم، زیرا قوت ما
برای بیراه کردن این سنگ نمی رسد. این سنگ خیلی سنگ عظیم است، کلان است. و گفتند بیایید نزد خدای خود عملهای صالحی که در دنیا کردیم از برای خدا پیشنهاد میکنیم، شاید که برای عملهای صالح را انجام دادن ما و شما خداوند این سنگ را از بالای ما دور کند. یکی از این 3 نفره چی گفت؟ پروردگارا تو میدانی من چند گاو دارم و این گاوها را چراندنی می بردم و در چراگاه شیر اینها را می جوشیدم، خاصه می آوردم، شب برای مادر و پدر خود تسلیم می کردم، باقی که اگر می گذاشت برای فرزند و زن خود می دادم. همین من فقط از برای خدای تو کردم. و شب میگه آمدم، در دستم شیر بود، نگاه کردم که پدر و مادرم خواب هستند. دیگر دلی من نشد که پدر و مادر را بیدار کنم. همان ظرفی در دستم انتظاری کشیدم. فرزندهایم، زنم گریه میکردند، گرسنه بودند، لیکن من که احترام پدر و مادر خودم میدانستم، تا به پدر و مادر خود نمیدادم، بر زن و فرزند تسلیم نمیکردم. تا روز ایستادم، وقتی بامداد شد پدر و مادرم بیدار شدند، این شیر را به آنها تسلیم کردم، باقی او را بعد به فرزندهام عطا کردم. خدایا این حادثه را تو از من دیدی، من این خاطر شما و ترس شما کردم. خدایا به حرمت این عملی صالح کمی این سنگ را از بالای ما دور کن تا که این آسمان سفید را ما بینیم. خداوند میگد این عمل که خالص از برای خدا بود، کمی این سنگ میگد بیراه شد، کمی روشنی در داخل غار پیدا شد. دویم نفر این میگد دست برداشت. خدایا گفت تو میدانی من یک دختر عمکی داشتم، بسیار به این دختر عمکیم علاقه زیج داشتم، بسیار رفت آمد داشتم و حرکت من این بود که با این دختر عمکی خود یک جایه شم، زنا کنم. روز یک برادر سوال کردند در شبهای تراویح که من سخن شما را گرفتم، با دختر عمکی و تقی خودم سلام نکردم، امروز اونا از من ملال شدند. میلش ملال شوند، خدا از تو ملال نشود، پیغمبر از تو ملال نشود، شریعت از تو ملال نشود. این حکایه، این حدیث پیغمبر خداست. این جوان اراده زنا داشت با دختر عمکی خودش. وقتی میگد این زن بر من پیشنهاد کرد که 100 دینار بر من میدهی، مرحمت من برای تو آن چیزی که میخوای آرزوی دلی تو را برآورده میکنم. با یک حال زاری میگه 100 دینار را پیدا کردم، در دستش دادم. وقتی این دختر عمکی ما میگه با پشت غلطانیدم، در بین پایهای او داخل شدم، بناگاه این دختر عمکو میگه گشته گفت از خدا بترس، زیرا حال زناکار در قیامت خیلی شدید و خیلی سخت است. از خدای خود بترس، من دختر هستم، اگر میخوای بکارت مرا دور کنی به طریق حلال دور کن، بیا نکاح میکنیم، بعداً مرحمت. وقتی میگه این سخن من شنیدم از این دختر عمکم که از خدا بترس، خدایا من از تو ترسیدم و در حالتی که در نزدیکترین وقت این کار انجام میدادم از جای خود خیستم و آن شلواری خدا پوشیدم و به خاطر تو از ترس تو از بالای این دختر عمکی خود بیراه شدم. خدایا اگر این عمل به تو پسند آمده باشد، این سنگ را از بالای ما دور انداز. خداوند که میدانست که این عمل صالح بنده صالح بود، از برای خدا بود، کمی میگه با سنگ بیراه شد. سیوم این جوان چی گفت؟ خدایا گفت تو میدانی من یک کارگر را آورده در خانه کار فرماندم و حق او 1 کیلو گندم شد. وقتی من بر او کس دادم وی نگرفت، وی رفت. این کیلوی گندم او را من در زمین پرتافتم. آهسته آهسته از این 1 کیلو من به چندین گاو و به چندین گوسفندها رسیدم، حتی چوپانها خریدم.
بعد زمانی چند این مرد آمد گفت حق مرا بده. من گفتم این چراگاه، این چوپان، این گاو، همه این از حساب تو است، از حساب همون 1 کیلوی گندمی که تو نگرفتی این من در زمین پرتافتم، همه این از همون حساب است. گفت مرا مسخره میکنی؟ گفتم نه مسخره نمیکنم، بلکه من از خدا میترسم، والله که این از حساب توست. همش گیر، همش میگه گرفت. این من خدایا از برای تو کردم، اگر این عمل من صالح باشد، بی ریا باشد، خدایا این سنگ از بالای ما دور کن. در زمان میگه سنگ از بالای همون غار بالکلی میگه دور شد که ما همگی از اون درون غار با یک آسانی و بی زحمت بیرون شدیم. ببینید عمل صالح در دنیا چگونه انسان نجات میدهد، در آخرت هم البته ما و شما را نجات میدهد. منم افتتاح سخنم همین بود که برادرای عزیز، یک روز بود، روز جمعه اولی ماه رمضان بود. امروز جمعه آخری از ماه رمضان است. 1 ماه از حیات همه ما و شما گذشت. کار کنیم، بادروا بالاعمال صالحه را فراموش نکنیم. پیغمبر خدا گفتند در عملهای صالح سراسیمه باشین که حیات شما تیز میگذرد. چقدر حرکت کنین، هر روز هر ساعت غنیمت بشمارین، فقط در کار خیر در عملهای صالح استفاده کنین، زیرا که مرگ الموت یأتی بغتة، شاعر عرب میگوید مرگ ناگهان به سر شما میآید، دیگر شما در اون حالت توبه کردن نمیتوانید و عمل صالح را دیگر انجام دادن نمیتوانید. مرگ هر لحظه در پیش خود ببینید. میخواستم چند سوال‌های هست، این سوال‌ها را جوابش به شما میرسانیم ان شاء الله. جمعه آینده در باب باز همان نشانه‌های قیامت بر سمع شما میرسانیم. امروز باشد یک چند سوال است و باقیش در باب عید گپ میزنیم. السلام علیکم داملای شخصا برای من خیلی عزیز، خداوند پدر و مادر تو را داخل جنت گرداند. خواستم نامم را ذکر کنم لکن نامم کتابی نیست، ذکر نکردم. بعد جواب سوالم یک نام برای من بگذار، او را من انتخاب میکنم. این برادر یگان نام داشته است که غیر کتابی بوده است و از ما طلب کرده است یک نام خوب برای ما نصیب یعنی اعلان کن، همون نام من است. این برادر من وقتی مکتوبش خواندم خواستم نام این برادر عبدالرحمن، فراموش نکن. وقتی عبدالرحمن ما ذکر کردیم کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، این کراما کاتبین نام تو را در همون نامه اعمال تو، چگونه که در پشت یک دفتر ما و شما نام خود می نویسیم، در پشت کتاب تو می نویسد نام تو، دیگر اون اولا نه بلکه عبدالرحمن است و روز قیامت تو را به نام عبدالرحمن صدا می دهند. این برادر چی گفته است؟ میگویند که بالای سر پیغمبر خدا شکمبه پر از نجاست را پرتافتند. آیا این درست است یا نه؟ برادر عزیز، این حکایه اصل دارد. پیغمبر ما و شما بسیار عذابها کشیدند، بسیار رنجها دیدگی هستند. هیچ روز خوب رسول اکرم گذراندگی نیستند. جایگاه خوابی که امروز ما و شما نرم خواب میکنیم این گونه جایگاه خواب نداشتند. این طعامهایی که امروز هر گونه‌ای که ما و شما میخوریم این طعامها در پیغمبر خدا وجود نداشت و نمیخوردند. و این ساعتهای درازی که ما و شما استراحت میکنیم این استراحتها از بالای سر پیغمبر خدا برداشته بودند. یک مسئولیت کلانی را رسول اکرم حس میکردند. حتی اسماء دختر ابوبکر صدیق، یک کیسه یادم آمد الحال این به شما میرسانم. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند. وقتی میگن از من پرسان کردند که سختترین و شدیدترین روزی مشقت پیغمبر خدا را میدانی یا نه؟ بچه‌ها التماس در حالت صحبت گپ نزنین، آمدین در یک جا بنشینین، جا کی شد انشاءالله بعدا جا میشود. اسماء چی گفتند؟ اسماء گفتند روز رسول اکرم در مسجد الحرام نماز میخواندند، مسجدی که الحال حاجی‌ها رفته زیارت میکنند. به ناگاه میگه یک توده مشرکین بالای سر این پیغمبر خدا هجوم کردند و هر کی هر خیل آزار
در بالای پیغمبر خدا میداد. کدام او با شتم میزد، کدام او با دست میزد، کدام او توف میکرد، کدام او با زبانش لعنت میگفت. هر گونه آزارها میدادند این مشرکای عرب. صدا آمد، صدا بلند شد از داخل مسجد الحرام که یار محمد ابوبکر را فیراد کنید تا که این رفیق خود خلاص بگرداند. اسماء میگد ابوبکر نزد من بود، پدر من که بود نزد من نشسته بود و همان روز میگد 4 گیسوی میگد کشال کردگی داشت. یعنی 4 گیسو، 4 همون مویهای بافته‌ای که میگیم 4 موی بافتگی میگد خیلی زیبا میگد بافته بود و نزد من نشسته بود. وقتی این صدا را شنید میگد رفت حال پیغمبر را که دید میگد حضرت گریان شدند، داد گفتند اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا مردی را شما قتل میکنید که فقط میگوید خدای من یک و یگانه است؟ با همین سبب، با سببی که میگوید خدای من یک و یگانه است، شریک ندارد، این بت‌های شما بیکاره است، با همین سبب یاری مرا قتل میکنید؟ این سخن وقتی میگه از ابوبکر شنیدن، همگی میگه بالای ابوبکر غور کردن، رسول اکرم بیراه کردن. اسما میگه ابوبکر وقتی به خانه آمد میگه همان گیسوهای کشالی که داشت میگه وقتی آهسته میگه میقپید گیسو خودش میغلطید. میگه از حساب بسیار کشیدن و از حساب آزار بسیاری که بالای سر ابوبکر دادن، این گیسوها هم میگه دیگر بالای سر ابوبکر نماند. برادر عزیز، ابوبکر هم آزار کشیدن، عمر هم عذاب کشیدن، عثمان هم عذاب کشیدن، علی هم عذاب کشیدن، تمام صحابای پیغمبر برای اسلام عذابها کشیدن، رنجها دیدن، جانهای خود چکار کردن؟ جانهای خود از دست دادن. رسول اکرم میگه روز در مسجد الحرام بودن. این سوال جواب برادر است. عبدالله ابن مسعود روایتش میکند، در صحیح بخاری هم میگذرد، میگوید وقتی که سجده طولانی میکرد پیغمبر، سری خود که در زمین میگذاشت، بی نهایت دراز سجده میکرد و گریه میکرد برای غم امتش. ابو جهل همراه میگد هشام و همراه عتیبه و همراه عقبه ابن معید، همراه ابی ابن خلف، 7 دشمن خدا میگه یک حلقه نشسته بودند. خیال شونم این عمل ابو جهل نگذشت. ابو جهل برداشتن آمدن بالای کتف پیغمبر خدا، این شکنبه را پرتافتن. چنان میگه شکنبه کلانی بود. عبدالله ابن مسعود میگوید که من خرد بودم، من اگرچه سین سالم کلان بود لکن جوستم که خرد بود. میگه من توانایی این شکنبه را از بالای پیغمبر بیراه کردن نمیتوانستم. لکن میگه صدا وقتی که به فاطمه رسید، فاطمه میگه گریان آمد و حال پدر خدا که به این صورت دید، شکنبه را میگه از بالای پیغمبر خدا بیراه کرد و با همان کرته و با همان لته خود میگه شانه و روی پیغمبر خدا را پاکیزه میکرد. رسول اکرم وقتی که خیس از جای خود حالت دید، یک بوی نجاست در وجودش پرتافتگی، حضرت دستش برداشتن گفتن اللهم علیک قریش، خدایا تو را من گواه میگیرم با آنه که این عمل قریش نظر کن، این عمل اولاد مرا نظر کن. خدایا گفت پروردگارا اینها را در عذاب خودت گرفتار کن. دیری نگذشت میگه جنگ بدر شروع شد. این 7 طایفه در جنگ بدر کشته شدند. البته این حکایه حق دارد، حقیقت دارد. رسول اکرم آزارهای خیلی زیاد کشیدند. ما امتی بی پروا نشیم، ما امتی بی غیرت نشیم، امتی شیم که چگونه که رسول اکرم دلسوزی داشتند ما هم دلسوز باشیم. در عملهای پیغمبر خدا با دندانهای کرسی عملهای پیغمبر خدا را مستحکم بداریم. بر هر یک گپی هر یک دشمن خدا ما و شما فرسوده نشیم، دل شکسته نشیم. باید که دین اسلام را چگونه که با این مشقتها آوردن ما و شما با آسانی از دست ندهیم. سوالهایی که برادرها میکنن، از روی این سوالها من یک چیزی دیگر به یادم آمد. انشاءالله فکر میکنم که جوانها خیلی تصورشان کلان شدگی است، زیرا از سوال آدم خود معلوم میشود که آدم تا چه اندازه علم دارد.
سوالهای الحمدلله که بی معنی و ساده دیگر قریب که در مسجد ما و شما نمانده است. السلام علیکم داملای عزیز، بسیار از شما خواهش دارم که درباره نماز عاشقانه و نماز اساسی و ما چیزی میفهموندی، زیرا ما نماز میخوانیم لکن از لذتش چیزی نمیفهمیم. البته نماز این خیلی یک عبادت بلندی هست، عبادتی هست که به سبب این خداوند شما را واردی جنتش میگرداند. حتی رسول اکرم میگوید نماز بنده در قیامت برای او تاج است و یک روشنی هست در روز قیامت. و اولین سوالی که در روز قیامت بنده را خدا میکند این نماز است، آیا نماز ادا کردی یا نه. نماز عاشقانه گفتن، من یک کتاب دارم به نام نماز عاشقانه، خود کتاب نامش نماز عاشقانه هست. در اون داخل من یک قصه را دیدم، میخوام این قصه را بر شما حکایت کنم. این هم از بچه اسما هست، نبیره ابوبکر صدیق است. نام این حضرت عروه هست، عروه ابن زبیر. شوی اسماء زبیر نام داشتند، بچه همین زبیر عروه نام داشتند. به یک کسل مبتلا شدند. کسل سرطان بود. سرطان یعنی رگ میگیم، رگ در همین ساق، در همین پای نبیره حضرت ابوبکر صدیق پیدا شد. طبیب ها را حاضر کردند. طبیب ها گفتند، عروه گفتند کمی مواد مخدر بر تو میتیم تا که تو بیهوش میشوی، این پا را باید که ما قطع کنیم، ببریم. بغیر قطع کردن، بغیر بریدن این پا دیگر طبابت ندارد. عروه گفتند من مواد مخدر استفاده نمی کنم، یعنی موادی که عقل مرا زائل کند، گفت این حرام است، من این استفاده نمی کنم. طبیب ها گفتند عروه اگر این تو استفاده نکنی در بریدن پا بسیار مشقت و عذاب میکشی. گفتند نه. گفتند وقتی من در نماز شروع کردم، در التحیات لله و الصلوات و الطیبات رسیدم، شما بریدن سر کنین. نماز بین، نماز عاشقانه را بینید. وقتی من در التحیات میرسم، در حالت التحیات اگر تمام بدن مرا ببرین من درک نمیابم. حضرت عروه میگن نشستن التحیات سر کردن. طبیب ها در دست کاردها منتظر. حضرت سر کرد التحیات لله و الصلوات و الطیبات، رفت دیگر از هوش رفت، در عالم دیگر پیدا شد. طبیب ها پا را بریدن. حضرت عروه میگد بعد نماز میگد به هوش آمد، نگاه کرد که پا بریده شده است. گفت پای مرا همراه من به خانه من برید. حضرت میگد به خانه رفتند، پای در پیش خود جان گذاشتند و خبرگیرهای زیاد که در اطراف نشسته بود. این عروه میگه فریاد زد. دو فرزند داشت، فرزند کلانیش فریاد زد برای چی خدمتی باشد. فریادش زد، میگه این فرزند کلانی صدا نداد. عروه که فرزندهای خوب تربیه کرده بود، در اولین صدای او لبیک میگفتند حیرت دمان. گفت این لله و این الیه راجعون. چی شد که فرزند من صدا بر صدای من نداد؟ چرا لبی نگفت؟ این بار اول است که من میشنوم که فرزند فریاد میزنم و لبی نمیگوید. حاضرین که از قصه فرزند او درک داشتند گفتند، عروه گفتند الحال فرزند تو بالای بام برآمده بود، الحال یک زمان گفت وای از بالای بام افتید و هلاک شد. مصیبت بین. اون برادری که یک روز سوال داده بود که در یک فرزندش از دنیا گذشتن اکثر عبادتاش ترک کرد، نظر بر این دوستی خدا کن، عبرت از این دوستی خدا بگیر. حضرت میگه در حال چی گفتن؟ خدایا گفتن من 2 فرزند داشتم، 2 میوه دل داشتم، با گرفتگیتم شکر، به این فرزند خورده که دارم به اینم شکر. 2 پای داشتم، این پایی که از دست دادم به اینم شکر، به این پایی که الحال هست شکر. دوستهای خدا را ببینین، حالتهای وزنین در صبرشان ببینین و نماز عاشقانه را ببینین.
این است برادر عزیز یک لحظه از نماز عاشقانه. فکر میکنم البته این برای همین سوال این دادگی برادر کفایت کننده است. لیکن این گونه قصه ها خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. سلام بابای داملا، بعضا آدمان را میگوییم که چرا نماز نمیخوانی؟ میگویند که نمازخوانها کجا را گرفتند. البته این صدای هست که اولین بار نیست. من بر شما باز میگم برادرای عزیز، در سخن هر یک انسان شما دل شکسته نشوید. التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. پیغمبر ما و شما میگوید توفیق، خدا ترسی، نمازخوانی این یک عبادت خیلی بزرگی هست، یک چیزی خیلی بزرگی هست که خدا فقط بندگان دوستدارش میته، هر بنده را نمیته. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظیم. سوره تبارک، سوره ملک که ما و شما میخونیم، وقتی که دوزخیان در دوزخ پرتافته می شود میگد سمیع لها شهیقا. دوزخ میگد به منزله که در پیش یک خر کمی جو می پرتای یا اینکه جو از دور میبیند و یک هرهر دارد، بعد آواز خچه بلند میکند. وقتی دوزخی میگد در چای دوزخ پرتافته می شود، اول دوزخ همتا یک هرهر دارد. وقتی دوزخی تا چند پایان رفتن که گرفت سمیع لها شهیقا و هی تفور، چنان هنگست میکند این دوزخ که حتی میگد نزدیک است که از غضب دوزخ پاره پاره شود. با آمدن دوزخی خشنود میشود. از خرسندی که دوزخی در داخلی او داخل شد، این میگد صدای بلند میزند و ملائکه هایی که در اون داخلی دوزخ، ملائکه های عذاب میگویند. آنها چی میگویند؟ میگویند آیا برای شما یگان ترساننده نبود؟ آیا شما را کسی نبود که خبر دهد که نماز است، روزه است، عبادت است، قبر است، قیامت است؟ آیا در بین شما نبود؟ اینا چی میگویند؟ میگویند بود در بین ما، لکن ما میگفتیم این سخنهای شما افسانه هست. ما میگفتیم که نمازخوانها کجا را گرفتند. این گونه صداها میدادیم. این صدای همین انسانی می شود که در روز قیامت از داخل چاه به سوی ملائکه عذاب این چنین جواب میگوید ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. دوزخی ها را خداوند از یک جانب میگذاشته است و بهشتی ها را از یک جانب. در قرآن میگوید خدا، در پاره 29 از قرآن است، میگفت است جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند ما سلککم فی سقر، چی شد که تو دوزخی شدی؟ تو در همراه من بودی، تو هم تاجیک بودی، تو هم خودت مسلمان میگرفتی، چی شد که امروز تو دوزخی شدی؟ چی میگفت است؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. در اصل من تاجیک بودم لیکن نماز نمیخواندم، بی نماز بودم. از حساب بی نمازیم امروز در قعر دوزخ خدا مرا جا کرده است. این است جواب این برادرها در روز قیامت. السلام علیکم داملا، برای من خیلی محبوب هستید. یک سؤال دارم. یک چیز من را دائم در شک و شبهه آورده است. برای چی آدمان بی دین و بی خدا مال و ملکی بسیار دارند؟ نمیشد که خدا آنها را گدا و دربدر گرداند؟ خوش به حال همین برادرهایی که در دلشان ذره شک و شبهه دارند سؤال میکنند. من بر شما خبر میتم که برادرای عزیز، من چند بار در فصل فضیلت آدم به شما صحبت کردم. مالداری، دولتداری این نشانه مرتبه آدم نشان نمیدهد. اگر نشانه مرتبه آدم مالداری میشد، خداوند قارون و فرعون مال نمیداد، اونها را مال نمیداد. بلکه نشان آدمیت این ایمان است.
این ایمانداری هست. ان الله لا ينظر الى اموالكم و الى اجسامكم ولا الى انصابكم. خدای شما چی میگوید؟ من نظر نمیکنم در دلاری تو، در پشت قناتی تو، در قصرهای در آشیانه تو من نظر نمیکنم. من در اون برادر و پدری که وظیفه های کلان داره در اونها نظر نمیکنم. من در جسمی زیبای تو هم نظر نمیکنم، بلکه من در عملی تو نظر میکنم، من در دلی تو نظر میکنم. خدای تو این چنین صدا میدهد. حدیث من از کتاب برای شما نویساندم که پیغمبر خدا گفته است ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم. اخلاقهای شما را، آداب شما را خداوند مثل رزق روزی تقسیم میکرده است. چگونه که رزق روزی یک آدم بلند است، از یکی کم است، از یکی پست است، خداوند رزق روزی را یعنی معین میکند، با همه یک خله میدهد. آدابم پیغمبر خدا گفت همچنان تقسیم میکند. آدابم خیلی چیزی قیمت است. ببین بسیاری برادرها نمازخوان هستند لیکن آداب ندارند، مسلمان هستند لیکن بی آداب هستند. اینا بسیار هستند. رسول الله میگه همچنان در ادامه حدیث چی گفتند؟ و ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب. خداوند مال میدهد کدام بنده ای را که دوست میدارد یا کدام بنده ای را که دوست نمیدارد مالش میدهد. و یعطی الایمان الا من یحب. دوام حدیث سوال این برادر جواب شد. لیکن ایمان خداوند میدهد مگر شخصی را که دوست میدارد. مال را به هر کس میدهد. ای دل چی کنم؟ خدا چنین میخواهد. نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی از خدا نان جوین میخواهد. السلام علیکم بابای حاجی. من بیشتر سخنهای شیرین شما را گوش میکنم و میخواهم به 2-3 سوال من پاسخ دهید. در کدام حالت مرد حقوق دارد که زنش را طلاق کند؟ راستی بار در باب طلاق التماس از همه شما فقط مفتی ها را سوال کنید. طلاق موضوع ما نیست. اگرچه ما کتاب طلاق خواندیم لیکن ما فتوا نمیدیم، زیرا طلاق بسیار نازکی ها دارد، بسیار نازکی ها دارد. این فقط کار مفتی هست. میرین مفتی را مراجعت میکنین در کدام حالت طلاق درست است، در کدام حالتش نادرست است. اینا فقط از مفتی ها پرسین. از من پرسین یعنی زنها را چقدر میتونین در خیلی اگر جنایت کلانش اگر دستگیرش نکنین دیگر در بعضی عادی ترین صورت ها شما طلاق ندهین. در لباس ناخوب شست یا خانه را ناخوب رفت یا طعام بی لذت تیار میکند یا کمی به سوی تو مثال گپ گردانید، اینها حالت نیستن که شما طلاق به اونها روا کنید، بلکه این حالت ها را میتونین شما آداب دهید. میتونین به طریق صحبت، به طریق مصلحت، به طریق جمع آوری پدر و مادرش، اولاد اجدادش او را تربیت کنید. نماز بامداد را در ساعت 7 یا 8 خواندن ممکن است. در ساعت 7 اگر طلوع آفتاب نباشد جایز است. من نمیدونم در ساعت 7 طلوع آفتاب می شود یا نه. وقتی آفتاب که برآمد دیگر نماز بامداد خواندن چی هست؟ منع می شود. همون طلوع آفتاب یافتن در کار ساعت شد تا طلوع آفتاب جایز، ساعت چند نباشد. بلند خندیدن یا بزرگ خندیدن گناه است، البته به البته گناه است. کسی که اگر بلند خنده میکند یا بسیار خنده میکند، رسول الله گفتند تو میتول قلب، دل انسان خنده بسیار میکشد، دل انسان خنده بسیار و گپی بسیار میمیراند. دل انسان که مرد، ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین بنده به سوی خدا بنده هست که دل وی سیاه می شود، دل وی سیاه باشد، خنده بسیار، گپی بسیار دل آدم سیاه می کند. از این خاطر همه وقت خنده کنین، شوخی کنین، لکن از حد نگذرانین.
چهارم سوال کردن، میگویند که بابای حاجی زبان انگلیسی را میدانید، درست است یا نه؟ ما یک زمانی میدانستیم، همون زمانهایی که تحصیل میکردیم در همون خارج زبان انگلیسی را گپ میزدیم، با استادا همین مراجعت ها کرده میتونستیم، جواب میگرفتیم، خانه میرفتیم میومدیم. لیکن با مدتی که مثال به اینجا رسیدیم دیگر هیچ تکرار نشد، اهمیت به اون زبان که ندادیم دیگر از یادمون رفت. لیکن همه شما را جوانای عزیز از همه درخواست دارم که تمام زبان بیاموزید. باور کنین در دنیا و در آخرت هم شما سربلند هستید. امر اسلام شما هست که شما بخوانید. جوانای عزیز بسیارتر کوشش کنین. من شما را از نماز خواندن و از قرآن خواندن من نمی کنم. این علم اولین درجه هست که تمام شما قرآن خوان شین، قرآن هر سحر تلاوت کنین، 5 وقت نمازتان ادا کنین، لکن از علم دنیوی هم شما نگریزین. علم دنیوی علم باطل نیست. پیشواهای ما و شما بسیاری هستند که به علم دنیوی چنگ زدگی بدن. از این خاطر همه شما در درس ها معلم ها را احترام کنین، حتی بتوانین اگر درس های علاوگی بخوانین. هست حاضر مکتب ها در درس های علاوگی جاری شده 5 سامان 10 سامان. همون رقاصه را آتا بگو در توی نیاره، یا چه بگو که مثال دین رجدین نکنه و هم 5 سوم 10 سوم در دست معلمه بتین تعلیم تون بتن. این بهتر است. خراجات های بی‌معنی که مثال در معرکه های ما و شما می شود 40 ماشین 50 ماشین پیش یک بوتی کلانی سجده کنی میرین، اینها را ترک کنین، پول های اینا را در مکتب صرف کنین. سمکه بخرین، دفتر بخرین، قلم بخرین، با معلوماتون توجه کنین. اینها برای شما بهتره. من بسیار دوست می‌دارم همون جوانی را که علم دنیایی را می‌داند. ما خود در مکتب 3 نداشتیم، فقط 4 و 5 قط می‌خوندیم. کسی همین علم دنیایی را هم که دانست، علم اخرویش هم آسان میشد گرفتن. علم دنیایی را که ندانستی، سالار هم که در سر ماندی با یک عادی ترین گپی دنیوی تر یک معرکه دا چیکار میکنن؟ متهم کرده میماند، همون کسی نباشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد السلام، من سوالی دارم. اگر آدم از آدم دیگر یگان چیزی گیرد و او را بر نگرداند چی میشود؟ این دوست میشود. اگر کسی که مال یک برادر میگیرد و پس نمیگرداند، این چی است؟ این حکم دزد دارد. یعنی مگر که همون به طریق یک فریب از تو دزدید، یعنی مجبور نکرد و به طریقی که مثال در بین چند حیله و نیرنگ استفاده کرد و مال تو را از تو ستانید گرفت. این البته گناهگار است، در مال تو جوابگر است در نزد خدا. السلام علیکم داملای محترم. قسمی از آدمان مسلمان در اذان دادن مؤذن و شنیدن نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 2 انگشت را به چشم میرسانند و دلیل میارند که در کتاب جامع الرموز این سخن هست. تا کدام اندازه درست است یا نادرست بودنش را بر ما فهمونید. بعضی برادرها است که اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله گفتند، همین انگشت ها را در بالای چشم میمالند. همین من شما را از کتاب مجموعه الفتوا صحیفه 327 کدامی داشته باشین. این حضرت میگوید که این اساس ندارد. این شکیدن انگشت در بالای چشم میگد هیچ اصل ندارد. و ملا قاری علی قاری میگویند، این محدث است، این هزارها بار دیده از صاحب جامع الرموز و کنز العباد هم این گپ میگه، از اینها دیده مرتبهش بلند است. این حضرت میگوید که صاحب جامع الرموز هر مسئله که خاطر از خاک است در یک قابچه جمعشون کرده است. این سخن علی قاری هست. از این خاطر این حضرت صاحب مجموعه الفتوا که این حنفی مذهب است، کتاب ما و شماست، این میگه این هیچ اصل ندارد، این نکردنش بهتر میگه. کدامی داشته باشین صحیفه 327 تماشا کنید. داملای شیرین سخن، از ما خواهش میکنیم که به این سوال من جواب گردانید. من از اول ماه رمضان روزه گرفتم
در روز جمعه بزرگ روزه ام را خوردم از بیماری، آیا روزه گرفتگی هم قبول می شود یا نه؟ همینش را درست فهمید. البته قبول می شود. وقتی انسان که بیمار شد خداوند رخصت می دهد که روزه را بخورین، باکی ندارد. این آیت کریمه هست. وقتی باز رمضان که تمام شد، یعنی چند روزه که تو مثال بیمار شدی، وقتی صحت که شدی همون روزها را قضایی میگیری، البته روزه تو در نزد خدا قبول میشه. السلام علیکم نام عزیز. قیام نماز پیشین کی می شود که نماز خواندن درست نیست؟ الحال میگن از 12 تا 12:40 یعنی یگان نماز نخونین که قیام است. حالت قیام است، در همین حالت شما نماز نخونین. همین دامله های کلاه همش همین گپا میگن که از 12 تا 12:40. سلام داملای شیرین سخن. از نام یک نفر مخلص شما داملای محترم، من یک سوال دارم، التماس جواب عمیق دهید. من 3 سال پیش طواف خانه خدا کردم، در سن 36 ساله می باشم. بعد از طواف کردن به خود مقصد گذاشتم که هر آنچه که خداوند بر من حرام کرده است دست میکشم و با یک دختر از شوهرش برای کودک نکردن جدا شده بود شناس شدم. خوب گوش اندازین. و او را با طریق مسلمانی به نکاح خود در آوردم. با او 5 سال باز زندگی کرده ایستادم و صاحب یک فرزند شدم. این دختر بگیم حساب بیوه گرفتن و سبب کودک نکردنش این مرد حاجی است کن نکاح کرده است، به طریق اسلامی گرفته است. و یک روز شب به خانه در آمدم، زنم را با یک مرد ناشناس در جاگه خود در حالت مادرزادی قپیدم و آنها را یگان گپی گنده نگفتم و والدین زن را یعنی اپش را آوردم و شاهد همین کس زنم را 3 طلاق کردم. داملای محترم به من گوید که من با این گناهی که 3 طلاق گفتم در نزد خداوند چقدر گناه و عذاب میکشم. به من گوید که تا به گوش خود شنوم. یعنی این برادر یعنی به سبب این قدر اسلام یک دینی هست که در دل آدم چنان رحمی را پیدا میکند که همان زنی را که در حالتی بگیم زنا با یک مرد دیگر میقپد و به یک سبب طلاق گفتن، این مرد در خوف است و اون زن بدبخت نی. به سبب طلاق گفتنش در خوف است که خدای را چی میگفته باشد، لکن اون بدبخت مردی که در خانه این کس در آمد و این زن بدبختی که این کار انجام داد، اونا از خدا نترسیدند. این برادر انشاءالله تو از جوابگری در نزد خدا با طریق کامل باوری کن که تو خلاص هستی و البته هیچ مرد دیگر برای خود روا نمی بیند در حالتی که زنی خدا با یک مرد بیگانه می بیند و با او دیگر زندگی کند. اگر چنده که دستورات اسلامی هست که اگر عفوش کنی حق توست میتونی که عفوش کنی، لیکن اگر زندگی هم که نکردی طلاق هم که کرده باشی خیر باز اینا تو میتونی که از همون مفتی ها پرسان کنی، لیکن به عقیده من باشد تو کاری خطا نکرده، خوب کردی که از این زن جدا شدی. یعنی احترام حاجگی ترا ندانست، احترام اسلامی ترا ندانست. بعض میانه که یک بار این بدبخت شده بود باز مثال در بخت شما مسلمان داخل شد و به قدر شما که نرسید حالی او این است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا به حساب شکرانه خدا میکنم که به ما چنین پیشوایی با تقوا مانند شما نصیب گردانیده است. دعا میکنم که پروردگار را علمی داشته شما را دوچند کند و ما از آن امر معروف های شما بهره بریم. آمین. داملای عزیز به سوال های من خواهش میکنم در روز جمعه جواب دهید. روز نماز جمعه را در مسجد جامع یک قشلاق گذاشتم. بعد نماز را ادا کردن اهل مسجد باز 6 رکعت نماز احتیاطی خواندند، لیکن من نخواندم برای آنه که آن وقت نمیدانستم مگر من 4 رکعت فرض پیشین را قضا خوانم یا نه نخواند. وقتی که نماز جمعه که اعلان شده است همون دهه و فرمان مفتیا در او باشد که این نماز جمعه هست، در اونجا که نماز جمعه را خواندین دیگه فرض احتیاطی نخوانید، تمام همون جمعه شما در نزد خدا مقبول است. این احتیاطیش مثل یک شبهه می شود.
یعنی در نماز خودت وقتی شبهه کردی، نماز شبهه دیگر قبول نمیگردد. از این خاطر نخواندن شما نمازی همون احتیاطی را این بهتر است. روز جمعه در زندان نماز پیشین را جماعت خواندن درست است یا نه؟ نه، در روز جمعه در زندان هم نماز جماعت جایز نیست. نماز جماعت همین قدر حکمش بلندی هست که در زندان هم نماز جماعت در روز جمعه مکروه است، مگر بعد جمعه. یعنی ما و شما در ساعت 1:30 که بود کردیم، زندانی ها می توانند که بعد ساعت 1:30 جماعت کنند، تا وقتی جمعه را حق ندارند. سیوم، اهل سنت از شیعه چی فرق دارند؟ شیعه خودش چیست؟ در آخر از شما دعا طلب میکنم که خداوند از 5 وقت نمازی که عطا فرموده است بی نصیبم نگرداند، از آن جمله از نماز جماعتی جمعه. بیشکی منتداری بیان میکنم. شیعه از اهل سنت فرق خیلی کلان دارد. من همون شیعه های اشدیش میگم، شیعه هایی که در همسایگی ما در همون خارج زندگی میکردن، شیعه هایی بودن که سخنهای اونها را باور کن به زبان آوردن. نمیخوام که در بین این مردم باز ممکن شما نفهمین، اونها را من نمیارم، لیکن این قدر میگم که امروز همون هجومه های شیعه مذهب هم در بین ما و شما پیدا شده است. احتیاط کنید، احتیاط کنین. این رویه خیلی رویه غلط است، خیلی رویه خطا است و شما را عاقبت خار می سازد در دنیا و در آخرت. ولا تصوبن احدا من اصحابی، اینجا نون ثقیله است میگه در کلمه عرب. پیغمبر خدا گفتند البته به البت هیچ صحابه مرا دشنام ندهید، لیکن اون طایفه ابوبکر را دشنام میدهند، عمر را دشنام میدهند، عثمان را دشنام میدهند. فقط برای اونها علی عزیز است و خلاص. لیکن اهل سنت ما دوست به همین 4 یاری سرور دین هستیم. ما هر 4 دوست می‌داریم.